برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم تماشابینان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه دیدگاه. شوکتی محمد با شما هستم و امروز تماشابینان عزیز درباره تشکیل مکتب دولتداری امامعلی رحمان و همچنین درباره ارتش و ابله صحبت میکنیم. شنیده باشید. مکتب دولتداری امامعلی رحمان تشکیل شدگی است که علاکه ماجستر خود را قبول کرده است. داوطلب ها علاکه قبول شدگی هستند. حتما در این باره صحبت میکنیم و اقتدار ارتش تاجیکستان. 20-25 سال پیش ارتش تاجیکستان بنابر تجربه جنگی داشتن هزارها سربازش به یکی از قدرتمندترین ارتش منطقه تبدیل شده بود. تاجیکستان تنها از ازبکستان بنابر ازبکستان دارای تکنیکی زیاد بودن ارتشش، تاجیکستان از این کشور عقب می ایستاد. اما در صورت یگان جنگ به میان آمدن بین دو کشور، در گمان بود که ارتش ازبکستان با ارتش جنگ دیده تاجیکستان تواند رقابت کند. چخیلی که قدرتمندترین ارتش جهان امریکا نتوانست با طالبان جنگ دیده رقابت کرده تواند و نهایت شکست خورد. تاجیکستان هم همین خیل بود. یادتان باشد یک کم بوی گذشتن چند نفر جنگ دیده ها توسط تاجیکستان با ازبکستان برآمد. ازبکستان از همان زمان از ترس تمامی سرحدش را مینه‌کاری کرد. مثل گندم مینه کاشت به سرحد ازبکستان. به قریبی گرفت چندین سال مینه داشت سرحدی ازبکستان با سرحدی تاجیکستان. یادتان هست برای چی؟ برای اینکه ازبکستان میدونست که هرچند اقتدار حربی دارد، لیکن اقتدار حربیش به این اقتدار نظامیان جنگ دیده تاجیک برابر نمیشد. اکو ببینید، یک رهبری کاردان، یک رئیس جمهوری کاردان میتوانست از این برتریت ارتشش استفاده کرده همه مشکلات با همسایه هایش را حل کند. اگر امامعلی رحمان کمتر عقل و هوش می داشت، مسئله های مرزی را با همین امکانیتش، با همین واهمه ارتش جنگ دیدهش حل میکرد. همچنین با کسبی ساختن ارتش و در آن نگاه داشتن بیش از 20,000 افسر و سرباز جنگ دیده، می توانست امامعلی رحمان قدرت ارتش را برای 10 ساله ها حفظ کند. نکرد. بنابر سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت، انا همین خیل قوی ترین ارتش در منطقه به ضعیف ترین، نه تنها در منطقه بلکه ضعیف ترین در جهان شد. در 20 سال با شروع از گنرال های سرکش تا آخرین سربازی که پیشوا از او برای تختش خطر احساس میکرد، چی از جانب مخالفین و چی از فرانت خلقی خودش را کشت، زندانی کرد و یا به نام نشان گمینستشان کرد. حالا تقریبا هیچ افسر باقی نماند که
تجربه جنگیش را برای سربازان دیگر انتقال دهد یا در حفظ مرزهای کشور استفاده شود. در حالی که ارتش کشور مثل همه رکنهای دیگر این دولت در حال فروروی است، مقامات تاجیکستان میخواهند مکتب دولتداری امام علی رحمان را به سیاستمداران آینده تعلیم دهند. مکتب دولتداری امام علی رحمان را. این چه مکتب بود است؟ در آغاز ماه، انا همین ماه نوامبر، اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر داد که در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت مکتب دولتداری امام علی رحمان تأسیس شده است و قبول داوطلبان به زینه اول مگستراتور این مکتب شروع شده است. امتحان قبول هم دایر شدگی. 55 نفر داوطلب به این مکتب نوتأسیس قبول شده اند. مکتب دولتداری امام علی رحمان. اکنون همراه با این خبر که سنه 2 نوامبر رسانه‌ای شد، دو خبر بسیار مهمی دیگر هم در رسانه ها راه یافتند. که به مکتب دولتداری امام علی رحمان به نهایت ربط مستقیم دارند و سطح مهارت این دولتداری را بسیار خوب بیان میکنند. چگونه؟ جدی اهمیت تماشا بینم. خبر اول آمار تازه وزارت کارهای داخلی روسیه بود. یادتان هست؟ در این آمار گفته میشد که در این کشور، در روسیه، 2,25,712 نفر شهروندان تاجیکستان که رسما در این کشور به قید گرفته شدهاند کار و زندگی میکنند. هفته گذشته یادتان باشد در این باره ما فکر اندیشمون رو نوشته بودیم. حالا همین هم مکتب دولتداری امام علی رحمان است. این مکتب 3/1 اهالی کشور را رو به فرار کرده است. انا مکتب. خبر دیگر، اصلا خبر دیگر دو خبر است، فقط یک موضوع. این خبر از بار دیگر در آخرین زینه قرار گرفتن ارتش تاجیکستان در منطقه و یکی از آخرین ها در جهان و اوج سرباز دزدی، بچه دزدی، حتی بعد قبول قانون نو درباره خدمت پولکی معلومات میداد. زمانی که قانون نو تصویب میشد، همین قانون نوی خدمت الترناتیوی، مقامات ادعا کرده بودند که هدف از قانون نو یا اصلاحات در ارتش از بین بردن فساد و ابله است. چه شد؟ نه فساد کمتر شد و نه ابله از بین رفت. برعکس، منصبداران رشوه‌خوار از قانون نو هم توانستند دریچه برای فساد پیدا کنند. چیکار کردند؟ برای خدمت پولکی لیمیت جدا شد. لیمیت مودن. انا همین قدر خدمت پولکی میکنن خلاص. حالا گپ میزنیم در این باره. اما خواهشمندان با پول خدمت میکردگی زیاد بیشتر بود. انا همین باعث شد بسیاری ها بر ضمن مبلغی رسما معین شده پوره هم پرداخت کنند، رشوه بدهند. ببینید از کجا میگم من این گپ رو؟ پدر یک سرباز از شهر استرافشان که
حالا اینجا نامش را ذکر نمیکنیم، با ما نوشت که برای اون که نام فرزندش را وارد لیمیت جدا شده کنند $200 رشوه داده است. $200 رشوه داده است، در حالی که خدمت پولکی در تاجیکستان 25,000 سومانی تقریبا $2,200 معین شده است و بلندترین در منطقه و سابق اتحاد شوروی است. از همه زیاد مبلغی که یک سرباز میخواد خدمت آلترناتیوی کند خدمت نکند و مبلغ پرداخت کند. از همه کشورهای اتحاد شوروی زیاد است. از ازبکستان 3 برابر زیاد، از گروزیه 2.5 برابر بیشتر است. فهمده شدید؟ خوب، نقطه جالبی اجرای این قانون هم انا همین لیمیتش است. لیمیت موندند، لیمیت. و ببینید جلبی همگی 10% دعوت شوندگان 18 ساله همون سال 18 ساله شدگی یا 3% همه آنهایی که در سن دعوت شونده هستند نقشه سربازگیری موسمی را اجرا میکنند. همین 10% 18 ساله شدگی ها خدمت روند بس در تاجیکستان، یا اینکه در عموم از همین 18 ساله تا 27 ساله همین 3%ش رو به خدمت حربی جلب کنید نقشه اجرا می شود. بس است. انکنون 97% دیگر رو می توان به خدمت پولکی گذراند و میلیون ها دلار برای ارتش و وزارت دفاع مبلغ جمع آوری کرد. نه، لیمیت انا می قدر بس. اگر ببینید حتی از 20% جوانان سنی دعوت امسال مبلغ جمع آوری میشد، این چقدر مبلغ میشد؟ 220 میلیون دلار میشد. 20% همین سنی دعوت شوندگان اگر مبلغ پرداخت میکردند 220 میلیون دلار میشد. این پولی کم نه؟ با کمتر از نیمی این پول میشد 10 تانک T-90 روسی خرید، یا که میشد که ZTZ 99 خیتای رو خرید. با این پول میشد 10 ماشین جنگی پیاده نظام BMP خریداری کرد. BMP ها حدود از 20 تا 40 میلیون دلار هستند. با چی؟ میشد یک 5 تا بایرکتری ترکی پهپادهای بسرنشین خرید و ارتش تاجیکستان خیلی به قوت میشد. در یک ساله مبلغی که در خدمت آلترناتیوی جوانانی که نمیخواد خدمت کنن مبلغ پرداخت کنن 25,000 سومانی. با این پول نه، لیمیت. بجای این مقامات چیکار کردن؟ تنها 3-4% دعوت شوندگان را به خدمت پولکی جلب میکنند. 2-3% را با ابلاوه به ارتش میبرند و بیش از 90% را به حال خود میگذارند. اهمیت داده شدید؟ بیش از 90% به حال خود گذاشته میشود. همین حالت جالب نیست؟ حیرت آور نیست؟ برای چی خیلی باشد؟ نگاه کنید. رژیم امام علی رحمان، رژیمی که مردمش را با هر راه و بهانه غارت میکند، نمیداند چی راه نوی دیگری برای غارت نوبتی پیدا کند، از 220 میلیون نقد 220 میلیون دلار نقد مگر دست میکشد؟ و جای آن که از خواهشمندان خدمت پولکی پول ستانیده با تعیین کردن ماهانه جوانان ورزش کرده و سالم را به خدمت جلب کند، به ابلغ جوانان معیوب، دانشجویان، یتیمان کول
و غیر مثل همین نقشه دعوت را اجرا میکند. منطق کجای کار است؟ منطق کجای این کار است؟ تماشا بینان عزیز، منطقی ان همین کار را هم در فساد و رشوه باید جستجو کرد. در فساد و رشوه، در صورت پر رعایت شدن قانون نو و جاری نشدن لیمیت برای خدمت پولکی، صدها شاید هزارها منصبداران کارمندان وزارت دفاع از جمله کمیسریت های حربی از درآمدی از 10,000 تا چند میلیون دلاری در سال محروم میشوند. فهمیده ایستاده؟ برای چی اینها 90% دعوت شوندگان را نمیخواهند که آنها با خدمت الटरनेटिव یعنی با سپردن مبلغ از خدمت حربی خلاص شوند؟ گپ در دیگر جاده. همین ارتش چند هزاری رشوه‌خواران کاملا ضد این گونه قانون ها و اصلاحات است. همین کمیسریت حربی ها، کمیسریت حربی های ناحیه، بچه خورک های جماعت ها، همین کمیسریت کارمندان کمیسریت حربی در جماعت ها، ولایت ها، وزارت ها، همه اینها ضد همین خدمت الटरनेटिव هستند، یعنی با پول خلاص شدن جوانان هستند. با دولت پول رو میسپاری تو خلاص؟ نه، پول باید به کیسه اینها برود، نه به دولت. گفتم اگر به دولت میرفت این ارتش تاجیکستان چه خیلی بقوت میشد. اینها این را نمیخواهند. همین ارتش چند هزاری رشوه‌خوار کمیسریت حربی، یعنی ویم کمات میگیم که در ناحیه، در ولایت، در جمهوری، در وزارت ضد این گونه قانون ها و اصلاحات هستند. اما در حالی که دولت و بودجه ارتش شدیداً به مبلغ نیاز دارد، بخصوص در این وضعیتی که با همسایگان حالا ما چند گیرودارها داریم، منصبداران وزارت دفاع چگونه توانستند حکومت را راضی کنند که برای خدمت پولکی لیمیت معین شود؟ چگونه اینها دولت نمیخواهد که مثلا گریم مردم پول بسپارد به بودجه کشور پر شود، ارتش به قوت شود، تکنیک های حربی خریده شود، شکمی سربازانی که خدمت میکنند سیر باشد، آنها باز جایش باید معاش گیرند، زبانی حکومت دراز باشد، جوانان هوسمند به رفتن به خدمت حربی باشند. چرا چنین نه؟ کار در دیگر جا است. تقریبا می شود این رو تخمین زد. چگونه؟ بیاید من فکرم رو میگویم. رهبریت وزارت دفاع به حکومت فرض کردیم نامه می نویسد که امکانی به خدمت پولکی فرا گرفتنی همگی 3-4% دعوت شوندگان را دارد و خلاص. سبب هایش را هم میفهماند. میگوید مثلا گریم اینفراسترکتور نیست، متخصص نمیرسد، مثل همین چند بهانه ها را پیش میبرد. حکومت ان اقترش امام علی رحمان میداند که وزارت دروغ میگوید، برای همین جواب رد میدهد. وزیر دفاع به نزد کیسه حکومت، کیسه امام علی رحمان میرود. کیسه امام علی رحمان که آزاد رحمان، و پیشنهاد میکند مسئله را با رضایت دو طرف همین مسئله را حل میکنند. چخیل کیسه یعنی آزاد رحمان قیمت این دگوار را معین میکند. مثلا
$10 میلیون برای یک موسمی دعوت. $10 میلیون برای یک موسمی دعوت. بله؟ بسیار خوب. بعد از این گپ زنان وزیر دفاع به وزارت می بیاید و به معاونانش میگوید که برای جاری کردن لیمیت به خدمت پولکی و برای آن که انامی شما معاونانم از نان دهانتان محروم نشوید، باید به کیسه امام علی رحمان یعنی آزاد رحمان $12 میلیون پرداخت کنیم. حالا اونجا 10 میلیون گپ زنان شده بود، این میگوید به معاونانش 12 میلیون بگوید. معاونان در نوبت خود به کمیسریت های حربی ولایت ها و گنرال های ارتش میفهمونند که باید $15 میلیون جمع آوری شود. 12 میلیون به کمیسریت های حربی 15 میلیون شده می رود. انا همین طور افسران کارمندان رشوه‌خوری وزارت دفاع $20 میلیون جمع آوری میکنند. با آنها هم پول در کار خیر. انا کنون از این 20 میلیون 10 میلیونش به آزاد رحمان می رود و 10 میلیون دیگرش به کیسه های زینه های میانه و بالایی وزارت دفاع. یا بدو گرید. خیلی 10 میلیونش رو فهمیدیم. همین کمیسریت های حربی و وزارت دفاع همش 10 میلیون رو تقسیم میکنن. اویلی رئیس جمهور در یک موسم 10 میلیون و در 4 موسم که 2 سال خدمت حربی را تشکیل میدهد $40 میلیون فایده میگیرد. $40 میلیون. هزارها افسر و کارمند رشوه‌خوری وزارت دفاع به ابله و غارت دعوت شوندگان ادامه بدهند و سالانه حدودی $50-60 میلیون درآمد میگیرند. انا همین خیل رشوه‌خوری عائله و وزارت دفاع باعث ضررهای جبران ناپذیر به ارتش و مردم و بودجه کشور و در عموم ملت می شود. چگونه؟ بودجه ارتش از صدها میلیون دلار محروم می شود. ارتش کشور قفامانده ترین در منطقه و جهان باقی می ماند. خدمت در ارتش برای جوانان مثل زندانی شدن دهشت آور تصور می شود. فهمده شدید؟ ده ها هزار جوانان نوقلم تاجیک برابر ختم مکتب بر روسیه فرار می کنند و آنجا به عروبکش و کوچروب تبدیل می شوند. اکنون چی می شود؟ به خدمت حربی اساساً قشاقترین قشر جامعه که نه برای رشوه پول دارد و نه برای بلیت روسیه. اینها در تاجیکستان میمونند، از دست بچه خورک ها ربوده میشوند، دزدیده میشوند. وقتی دزدی تو مال انتخاب میکنی، انتخاب نمیکنی، از پیش دست آمدگیش رو گرفته به خورجینه انداختن میگیری. اینها هم خیلی دوست هستند. نه معیوب رو میشناسند، نه یتیم رو میشناسند، نه دانشجو رو میشناسند، گرفته رفتن میگیرند. دانشجوی بی پشتیبان، یتیم کل، معیوب گروه دوم، گروه یکم فرق ندارد، گرفته رفتن میگیرند از پیششون برآمدگی. چی میشود؟ معیوب رو میبرید، از دست معیوب چی میباید در خدمت حربی؟ انا همین خیل صدها جوان در خدمت کشته میشوند، هزارهای دیگر معیوب یگم میشوند. ببخشید. نظامی و سرباز که همیشه طول 1000 ساله ها یک نماد جسارت و مردانگی و حمایه وطن بود،
به نماد قشاقی و بیچارگی و غلامی تبدیل می شود. چی می شود دیگر؟ ارتش کشور که باید آن را از بیگانگان حمایت کند به ارتش بیچاره ها، معیوبان، ناراضیان، نیم گرسنگان، تجاوز شدگان و غلامان تبدیل می شود. چی می شود دیگر؟ حالا در این باره انشاءالله در برنامه های دیگر بحث خواهیم کرد. این هم یک موضوع کلان است. حالا ببینید در پس منظر این همه در خوجند مکتب دولتداری امام علی رحمان تأسیس می شود که در آن دیپلمات های آینده طبق انامین اطلاعی اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت چی می آموزند؟ اصول اداره کنی امام علی رحمان، نقش امام علی رحمان در رشد ساحه های استراتژی نظام اجتماعی جامعه و کارنمایی های امام علی رحمان در رشد دولتداری ملی و حل مسئله های استراتژی نظام اجتماعی. این همه با دانشجویان مکتب دولتداری امام علی رحمان آموزانیده خواهند شد. این همه کارنمایی ها چی کارنمایی؟ این کارنمایی ها چی باشند؟ میگویم تا کارنمایی هایی که در خود چیز جز خیانت به وطن، به ملت، مردم و ارتش ندارد. همین قدر. تماشابینان عزیز، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای پیام تیوی، در کانال یوتیوبی پیام، در رادیوی پیام پیگیری کنید. همچنین اکثریت برنامه های ما، اکثریت مطلب های ما که در پایگاه اطلاعاتی پیام نشر می شوند در کانال تلگرامی ما نیز می توانید پیدا کنید. تماشابینان عزیز، خواهش میکنم اگر برنامه های ما پسند شما است لایک های خود را دریغ ندارید و آبونه شدن به کانال یوتیوبی پیام را فراموش نکنید. سربلند و پیروز باشید، در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net